این داستان قدیمی انگار داستان همین شرایط فعلی ماست. تو روزگارهای قدیم یه موشی توی انبار زندگی میکرد. صاحب خونه میره یه تله میذاره برای موش میره به خروس میگه تله برای من گذاشتن، میگه به من ربطی نداره. به گوسفند میگه تله گذاشتن، اونم میگه برای من ربطی نداره. به گاو میگه، اونم میگه به من ربطی نداره. وقتی مار تو انبار داشته دنبال موش میدویده، تله میگیره به دم مار. زن صاحب خونه که صدا رو میشنوه فکر میکنه موش گیر افتاده، میاد میبینه مار زخمیه. مار زن صاحب خونه رو نیش میزنه و مریض میشه. خروس رو سر میبرن، سوپ درست میکنن برای شفای زن صاحب خونه. مهمانای زیادی میان براشون، گوسفندم سر میبرن. ولی زن صاحب خونه فوت میشه و برای عزاش سر گاو را هم میبرن و موش از اون سوراخ کوچیک نگاه میکنه، چیزی که از نظر اونها فقط به اون ربط داشته چه بلایی سر اون آورد. تو جامعه مشکل فقط مشکل یه نفر نیست. وقتی به مشکل همدیگه بی تفاوت باشیم، هیچ کدوم از ما دوامی نخواهیم داشت.